بدغذایی پرنده مشکلیه که اکثریتمون باهاش درگیریم. امروز اومدم با یه پست کاربردی راجع به رفع بدغذایی پرنده هامون. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. روش اول، غذای مورد علاقه پرنده‌تون رو مثل ارزن، تخمه کتان و غیره رو با مخلوطی از غذایی که دوست نداره مثل تکه‌های میوه، سبزیجات قاطی کنید و یا بین اونا پنهون کنید. پرنده برای رسیدن به غذای مورد علاقه‌اش مجبور به بو کردن و کنار زدن غذایی که دوست نداره میشه. این کار باعث میشه به مرور با تست کردن غذاهای جدید به اونا علاقه‌مند بشه. تو روش دوم باید تخمه که همه پرنده‌ها عاشقش هستن و داخل یه میوه فرو کنید که پرنده برای رسیدن به تخمه مجبور میوه رو بشکافه و به تخمه برسه. به مرور با طعم‌های جدید آشنا میشه و به میوه مورد نظر علاقه‌مند میشه. بهتره وقتی دارید این کارو انجام میدید پرنده این کارتون رو ببینه. تو روش سوم میتونید از سیخ چوبی استفاده کنید و تکه‌های میوه رو از سیخ چوبی رد کنید. یا در نهایت از این نگهدارنده های غذا استفاده کنید. بچه‌ها این ویدیو یه کمی طولانیه و توی یه دونه پست جا نمیشه. منتظر ادامه ویدیو تو پست بعدی باشید. پس سابسکرایب کنید که گذاشتم متوجه بشید.